بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام سلام ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین. سلام خانم ها آقایان محترم، هم نفسه دوست داشتنی یاد خدای که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی ممنونم که اینجا هستین و دارین دل میدین به برنامه خودتون. یاد خدا کنه که این برنامه براتون مفید باشه، به دلتون بنشینه، به چشمتون بیاد و تا پایانش هم فرصت همراهی داشته باشیم. مثل هفته‌های گذشته در چنین روزی محضر استاد قاسم تبریزی هستیم با افتخار. آقا سلام، خیر مقدم قبول بشه. بنده عرض سلام و ادب خدمت شما دارید و همکاران و بینندگان محترم دارم. در خدمت مخلص شما هستیم، ما در خدمت شما هستیم. میدونید که ما محضر استاد تبریزی بحث تاریخی تحلیلی رو داریم. رسیدیم از تبارشناسی بنی امیه شروع کردیم، رسیدیم به عصر در واقع یزید و خلافت یزید ابن معاویه. منتها بر اینکه یه تداعی بشه خواهش میکنم با اجازه آقای تبریزی عزیز یه خلاصه 1 دقیقه از برنامه قبل ببینیم، برگردیم و بعد بپردازیم به بحث امروز. خواهش میکنم. خیلی ممنونم از همراهیتون. میخوایم بپردازیم به موضوع برنامه امروزمون که عصر یزید ابن معاویه است. یه شخصیت فاسد و هوسباز و میمونباز و سگباز و یعنی به هیچی نگفته بود از رذایل اخلاقی دیگه. همه یه بدی ها رو یه جایشون داشت و حالا باز باباش یه چیزایی رو ملاحظه میکرد ولی ایشون که کلن هیچ دریغی نمی کرد و علنا همه گناهان رو توی فضای جامعه انجام میداد. خواهش میکنم شروع بفرمایید از هجر و صلاح. میدونید اگر اجازه دادید سوالی پیش اومد من از معذرتون می‌خوام. بسم الله الرحمن الرحیم. خب با مرگ معاویه یزید به اصطلاح به خلافت رسید. اگرچه مقدمات کار رو معاویه فراهم کرده بود، از برخی پیمان گرفته بود که با یزید بیعت کنن، همکاری کنن و خبر مرگ معاویه که به مدینه میرسه، حاکم مدینه امام حسین رو میخواد که معاویه مرده و باید بیعت کنین. امام فرصتی میخواد. خب اینجا ما باید 2 موضوع رو بررسی کنیم. یکی شخصیت شناسی یزید، دوم مردم اون دوران به کجا رسیدن، نسل اول و دوم و سوم، که در حقیقت در دوران یزید ما نسل سوم رو داریم. اگرچه از نسل اول و دوم هم هستن افرادی ولی نسل عرض کنم سومه. یزید یک فردیه که در همون شام و در بین مسلمان ها هم شهرت شرابخواری، فسق، فجور، انواع فسق و فجور رو داشت. اگر معاویه در حاله ای از نفاق ظاهر و حتی المقدور رعایت میکرد، یزید نه، خیلی به صراحت علیه دین و اینا. برخی از محققین میگن اگر معاویه نبود تمام غرب زیر پرچم اسلام بود، جهان زیر پرچم اسلام بود. حتی من یادم نیست اینو، چون 20-30 سال قبل خوندم، فقط موضوع تو ذهنمه که یکی از همین مورخین غربی گفته ما باید مجسمه معاویه رو در جای جای کشورهای اروپایی نصب کنیم، چه ضربه چون او مانع از این شد. این متن هست ولی من الان مورخش یادم نیست. به هر صورت در دوران یزید فسق و فجور توسط او که به عنوان خلیفه مسلمین، جانشین پیغمبر و زمامدار امت اسلامی هست، حالا از عرض کنم سگبازی و داشتن میمونهای مختلف تا فسادهای شرابخواری و اینها هست.
و او منطقی و چیزی نه از اسلام به معنایی که حالا معاویه یه مقدار میدونست و به کار میبرد میدونست و نه اعتقادی داشت، نه اون نفاق داشت. یعنی در حقیقت فسق مجسم، کفر مجسم، علنا بی احترامی میکرد به اهل بیت پیامبر. خب او یه سری اطرافیانی داشت که به عنوان حکام در جای جای عرض کنم که کشورهای اسلامی بودن. برخی از اینها یه تعادلی داشتن، برخی نه، همون مثل خود او بودن که دنبال عرض کنم ثروت و قدرت و ریاست و نابود، به خصوص در قساوت قلب و خونریزی، چون اون از حریم اسلام و از اعتقادات اسلامی اینها خارج شده بودن، فقط به دنبال حفظ حکومت بودن. مردم شام که تربیت شده معاویه بودن، ضد اهل بیت و ضد حضرت امیر و حتی با اون شیوه های ماکیاولی که معاویه داشت، حتی حضرت علی رو میگفتن نمازم نمیخونه. وقتی که خبر رسید که او در مسجد به شهادت رسیده، مگه نمازم میخوند؟ یعنی افکار عمومی این گونه منحرف شده بود. ما باید ببینیم معاویه چه کرده بود بله که اینجوری برای مردم جا افتاده بود که حتی در تاریخ داریم یک سری بره‌های کوچیک به بچه‌ها، بین بچه‌ها تقسیم می‌کردن. این بچه‌ها وقتی که انس می‌گرفتن، بعد از مدتی عرض کنم اینو از اینها شبانه می‌گرفتن، می‌گفتن علی اومده اینا رو دزدیده. یعنی شیوه‌های سب امیرالمومنین رو که رواج میداد. خب در دوران یزید شام وضعیت اینطوری رو بیگانه از اسلام به معنای قرآن، به معنای سیره رسول الله، سیره ولی الله، عرض کنم که بنده دنیا و شهوات و لذائذ دنیوی. مردم کوفه برخلاف اینها بودن. یه لحظه صبر کنیم، چون من داشتم فکر می‌کردم که یزید با این ویژگی‌هایی که شما هم تبیین فرمودید، این آدم اهل فسق و فجور علنی، چجوری مردم مسلمان‌ها تن دادن که اینو بپذیرن؟ و اینو میدونستم که معاویه زمینه سازی کرده بود، خیلی تلاش کرده بود همه جوره که پسرش رو بیاره مثلا، اما اینکه مردم چجوری قبول کردن، پس تو شامات مردم خودشون هم دیگه. اما مردم کوفه برخلاف اینجوری نبودن. بودن. حقیقت رو میدونستن، حقم میشناسن. خب بالاخره حضرت امیر اونجا حکومت کرد، حضرت علی هم میشناختن، عشق به حضرت علی هم داشتن، ناآگاه نبودن از در شناخت حضرت علی، تا اونجایی که وقتی که حضرت زینب خطبه میکنن میگن این صدای علیه. این اندازه آشنا بعد از عرض کنم سالها، بیش از 10 سال میگذره، وقتی که حضرت زینب داره خطبه تو کوفه میخونه میگن این صدای علیه. و حضرت زینب جلسه درس قرآن در کوفه داشتن. بله حالا اونم داشت و دیگر. اما مردم کوفه علی رغم این آگاهی و شناخت اسیر دنیا بودن، اسیر لذائذ دنیوی شدن. به تعبیر یکی از یاران امام حسین که از کوفه به عرض کنم به امام میرسه در مسیر راه کربلا، امام میگه مردم کوفه چجوری هن؟ میگه دلشون با شما، شمشیرشون علیه شماست. ولی در هر صورت مردم شام که یک امر علاهده‌ای که بپذیرن، اما مردمان حجاز، مکه و مدینه و حاکمانشون اینا همه بیعت کردن خیلی زود. تنها جایی که شما فرمودید که بیعت نکردن کوفه بود دیگه. نامه هم نوشتن. آره. بیش از 12,000 بعدیا تا 20,000 نامه هم گفتن. حالا این نامه ها رو نوشتن. اینجا 2 تا موضوع رو در نظر داشته که حاکم کوفه نعمانه، آدم متعادلیه، خیلی آدم
چی نیست ولی متعادله. انگیزه مبارزه با امام حسین نداره، انگیزه جنگیدن قتل عام نداره. درست. او حاکم کوفه است. وقتی که حضرت مسلم وارد میشه مردم بیعت میکنن، او هیچ چیز به اصطلاح عکس العمل منفی هم نشون نمیده. در کوفه مردم بیعت میکنن. خبر به یزید میرسه که مردم اومدن با مسلم بیعت کردن و قرار حرکت کنن همراه مسلم به طرف کربلا. او عبیدالله ابن زیاد رو میفرسته. عبیدالله آدم عرض کنم که قصی القلب، مطیع یزید، اومده که قتل عام کنه. مردم کوفه هم عبیدالله رو میشناسن، قشنگ دقت کنید اینجا خاص و عامش میشناسن. او وقتی که وارد میشه یک پارچه مشکی روی عرض کنم که سرش میندازه، بعضیا فکر کنن امام حسین اومده. صلی الله علیه ابن رسول الله. بله عوام اینجوری. بله همینطور فریمان. وقتی که او همه رو میشنوه میزنه کنار که من عبیدالله هم. مردم رو اعلام میکنه یا اطاعت یا قتل عام. اینجا خواصی از بزرگان کوفه حرکت میکنن به طرف کربلا. بخشی میگن حالا صبر کنیم ببینیم به کجا میرسه بعداً تصمیم میگیریم. اینها متدینن. اما عامه مردم ترس و وحشت برمیداره. یه عده هم تطمیع میشن، یعنی بین عبیدالله بین ترس و تطمیع هر دو به ضرب زر و زور مردم همراه، بزرگان و مردم. و لذا مردم علی رغمی که چی هستن، خب نعمان برکنار میشه، حاکم میشه عبیدالله. عبیدالله هم آماده که باید حرکت کنین. حسین علیه خلیفه مسلمین عرض کنم خروج کرده و خلیفه قتل او رو واجب دونسته. لذا مردم کوفه رو حرکت میده به طرف کربلا. اول فرستاده امام حسین رو با اون شرایط. بله دیگه حضرت مسلم در اونجا علی رغمی که باش بیعت میکنن مردم اونطور پشت سرش هستن که حتی میخوان برن دارالاماره رو بگیرن، مردم همه رها میکنن. مسلم احساس میکنه هیچ کس پشت سرش نیست. مسجد ما مثل نماز میکنه، مسجد پر از جمعیته، نمازش تموم میشه هیچ کس در مسجد نیست. خبر عبیدالله میرسه که اگر در کنار مسلم باشین همتون قتل عام میشه، همه میرن. خب او جایی نداره تو کوچه، از این کوچه و تا اون کوچه تا درب خانه میرسه، اون زن او رو پناه میده. اینجا نقش جواسیس هم عرض کنم فرزندش گزارش میکنه که مسلم در خانه ماه که مثلا یک عرض کنم چیزی بگیره و حضرت مسلم رو دستگیر میکنن، به شهادت میرسونن. سلام خدا بر حضرت مسلم ابن عقیل، پسر عموی امام حسین، فرستادهشون و نائبشون در کوفه که به اون حالت شهید شدن، شاید جزو اولین شهدای راه امام حسین به قیام امام حسین علیه السلام باشن. یه عرض ادبی بکنیم حالا که ذکر خیرشون شد، محضرشون برگردیم ادامه فرمایشات شما رو بشنویم. من همیشه یه درسی که از ماجرای شهادت حضرت مسلم ابن عقیل نائب امام عصر سال 61 هجری میگیرم اینه که چون ما خیلی میگیم اهل کوفه نیستیم، میگه که اهل کوفه نبودن یعنی این که بدانی تا امام حسین نیامده مسلم ولی امر است و اطاعت او اطاعت از امام. خدا کنه که این درس رو هممون بگیریم. عرضم حضور شما که یه سوالی برای من هست دیگه، یعنی این که مردمان کوفه که از بزرگان بودن، از صحابی و انصار هم داخلشون بودن و اینها اول تن ندادن به بیعت با یزید، اما ذره ذره که فضا در واقع تنگتر شد، تنگناها بیشتر شد، خطر بیشتری احساس کردن، هم به ضرب زور و فشار و تهدید، هم با تطمیع همراه شدن خلاصه با ابن زیاد و فرمودین ابن زیاد هم مردم رو تهدید کرد و
و کار به شهادت حضرت مسلم رسید و ادامه ماجرا. خب اینجا اون سستی ایمان یا نبودن تزکیه نفس، فاصله گرفتن از مبانی الهی، تبلیغاتی که فاصله عرض کنم که شهادت حضرت امیر در محراب تا قیام عاشورا 10 سال تقریبا، بیش از 10 سال میگذره. در این 10 سال مردم در مسیر کمال و تعالی همه نبودن مگر خواص هم که میگیم خواصی که بر اساس، یعنی خواص هم دو نوع. بله عرض کنم خواصی که در خدمت قرآن و اهل بیت بودن تا انتها. خب اینها مخفیانه خارج میشن و خودشونو به کربلا میرسن. یه عده که زمان رو از دست میدن، به موقع حرکت نمیکنن، یه مقدار سستی اینا رو حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه. گاهی هست بله. ارزش انسان اینه که در موقع خودش عمل رو انجام بده. مثل بعضیا میگن حالا نماز میخونیم، حالا الان ظهر تا آفتاب هست، یه مرتبه غفلت کنیم اینن آفتاب رفته نمازشون هم قضا شده. برخی از خواص متدین گفتن حالا ببینیم چی میشه، که بعداً ما توابین رو داریم. یه بخشش همین ها هن. همین سلیمان سرد خزاعی که اولین کسایی بود که فرهنگ نامه‌نگاری رو ترویج کرد، بعد شد توابین. اون موقعی که احساس خطر کرد، خونم میخواد خراب شه، زن و بچه‌م میخوان بشن، کشید کنار. بعدش خب دیگه اون موقع بعد از شهادت دیگه چه کار. خب اینها به این صورت در اومدن. اما در اینجا ما به 2 تا نکته باید اشاره کنیم که به اصطلاح اون حکومت عبیدالله ابن زیاد چگونه عبیدالله این افراد رو ترسوند و اینها تحت تأثیر قرار گرفتن. یعنی یه مرتبه انسان ناآگاه مثل مردم شام، یه مرتبه آگاهه ولی این اعتقاد رو نمیتونه به عمل در بیاره. همون دل با حسین، شمشیر علیه امام حسین. بعضی ما الان هم داریم آدم متدینه ولی شایعات هم پخش میکنه، هر غیبت هم میکنه، تهمت هم میزنه. تو که مسلمانی یه تشخیص و غیبت که حرامه، برای چی غیبت میکنی؟ تهمت که عرض کنم که گناه بزرگیه، مثل نقل و نبات تو فضای مجازی. الان شایعات که مطرح میکنه تو اول باید فکر کنی اینو کی گفته. اگر این عرض کنم رادیو اسرائیل، BBC، رادیو امریکا، اینا که دشمنان اسلامن، اگر مسلمانی باید حواست باشه. ولی برخی متوجه نیستن، نمازش هم میخونه، اعتقادم داره، ولی همون شایعه هم پخش میکنه. این یکی اون عدم تجلی ایمانه. دوم مرور زمان به دلیل عدم استمرار مشارطه، مراقبه، محاسبه، او فاصله گرفته، خودش هم چه بسا متوجه نباشه. همینطوره. برخی انگیزه رو از دست میدن. زمان حضرت امیر همین مردم کوفه، حالا بعضیا میگفتن هوا گرم، هوا سرده، چی، یه عده میرفتن ولی دیگه بعدن اون انگیزه جهاد رو از دست دادن، اینو خسته شدن. مبارزه طولانی گاهی افراد رو خسته میکنه. این خستگی نه به دلیل اون جهاد و مبارزه است، به دلیل اون عدم اعتقاد کامله. به بخشی اعتقاد داره، به بخشی دیگه اعتقادش از دست میده. اینجاها ما آدم ها رو باید یه خورده تقسیم کنیم، طیف‌های مختلفش رو عرض کنم که ارزیابی کنیم. این که فرمودید استقامت کردن، تعبیر قرآن هم هست دیگه، به این راحتی نیست. ثم استقاموا، باید استقامت. یعنی خیلیامون همون عصر هم بوده، الان هم شاید همینطور باشه، تا در معرض محاصره اقتصادی مثلا قرار میگیریم، یه ذره فضا فشارها زیاد میشه دیگه وا میدیم. اینجا اصل کاری که باید بدم استقامت به ورز پایداری کنه تا به اون عزتی که یه بخشش عرض میشه باید برمیگرده به
مسائل اعتقادی. ببینین یه امام میفرمود که این به عنوان یک اصل در ذهنتون باشه، به هر مقداری که به دنیا گرایش پیدا کردین از معنویت فاصله میگیرین، به هر مقدار از معنویت فاصله گرفتین به دنیا گرایش پیدا میکنین. پناه بر خدا. موارد جهل انسان رو به خطا و انحطاط میکشونه، مثل مردم شام که حقیقت اسلام مثلا نمیدونه. گاهی غرور، آقا ما خودمون انقدر جنگیدیم، انقدر مبارزه کردیم، رکاب پیغمبر بودیم، رکاب حضرت امیر بودیم، که حالا خودمون کسی هستیم دیگه. غروره. گاهی غفلته، مثل همین توابین. اما کسانی که مشارطه، مراقبه، محاسبه دارن کمتر دچار این میشن. انسان خطا، حالا به هر حال انسانه دیگه، خطا میکنه، ولی نه در جاهای حساس، نه در جاهای بیان و روشن. وقتی که در عرض کنم که غرب علیه اسلام قرآن هست، امام میفرمود در ذهنتون باشه غرب دشمن قرآنه، دشمن اسلامه. حالا ما به لحاظ عملکرد غرب الان دیگه علنی، حالا اگر قبلا غرب سعی میکرد یه به اصطلاح حاله‌ای از حقوق بشر و اینها برای خودش باشه، دیگه تو این 40 سال خیلی عریان علیه انسانیت، علیه دیانت و علیه اسلام کار کرد. در اون دوره ما همین مسئله رو داریم. یک کسی مثل عبیدالله میاد، یا یک کسی مثل یزید بر مسند، افراد محاسبه میکنن بین منافع زندگی و دین. و متاسفانه دیدیم که در طول تاریخ تا به حال اینجوری شده که مردم دنیا رو به دینشون ترجیح دادن، به آخرتشون ترجیح دادن. خدا کنه که ما توی این امتحان و از این آزمون سربلند بیرون بیاییم و زمینه ظهور حسین زمانمون، عاقبت به خیر بشیم و زمینه ظهور حسین زمانمون رو فراهم بکنیم. خیلی ممنونم استاد تبریزی، استفاده کردیم. تا اینجا بماند و بعد از اینکه چه اتفاقی افتاد، حالا با این بی‌وفایی که مردم کوفه به دلایلی که اشاره کردین نشان دادن، بعد امام حسین چه اتفاقی افتاد، تحلیل تاریخیش باشه برای برنامه‌های بعدیمون به شرط حیات. اجازه مرخصی میدین؟ در خدمت. مخلص شما هستیم، زنده باشین. خیلی ممنونم که تا پایان